خب در این جلسه رسیدیم به قسمت سوم از سیمای صحابیات، یا به عبارت سیمای صحابیه بانوی بزرگوار صدر اسلام اسما بنت یزید بن سکن. خطیبه سخنوری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی تحت صحبت‌های ایشون شنید رو به مردان کرد، دیدید که اینا چی میگن، و اون خطبه خیلی دقیق و فصیح که ایشون خوند و نگاه ایشون در فهم مبانی فقهی و مباحث فقهی و سوال کرد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بحث طهارت از حیض و پیامبر پاسخ داد و ایشون با دقت بیشتر سوال کرد تا کاملا مطلب برطرف بشه ابهامات. و ام المؤمنین عایشه میگه زنان انصار خیلی زنان خوبی هستند، چرا که اینها واقعا در مسائل حقیقت دینی نمیخوان خجالت بکشن، فلان سوال میکنن و حقشونه که بعد مسائل دینی رو فهمید و در اون فقاهت بگیرن. ام المؤمنین عایشه مازاد بر این نسبت به اسما بنت یزید بن سکن یه محبت خاصی هم داشت، یه جایگاه خاصی در نزد ام المؤمنین عایشه داشت، چرا که در شب زفاف ام المؤمنین عایشه اسما بنت سکن اومد پیش حضرت عایشه و بالاخره ایشون رو آماده کرد از نظر آرایش و اون چیزهایی که برای یک عروس لازم هست. و بذارید که خود اسما تعریف میکنه، میگه که من ام المؤمنین عایشه رو اومدم برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم آرایش کردم، در همین موقع بود که من میگه رفتم پیش پیامبر و گفتم که بله ام المؤمنین عایشه آماده شدن، برای بالاخره عروستون آماده شدن. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد در کنار ام المؤمنین عایشه نشست و خیلی جالبه. خب میگه من امور آرایش ام المؤمنین رو به عهده گرفتم. میگه وقتی کارشون آرایششون تموم شده اینا، مثلا پیامبر گفتن بله ام المؤمنین عایشه آماده شدن. میگه پیامبر اومد کنار ام المؤمنین عایشه صلی الله علیه و سلم، پیامبر نشست کنار ایشون و یک ظرف شیری رو آوردن، یک قدح شیری آوردن، پیامبر از اون نوشید. یکم پیامبر از اون شیر خورد، بعد پیامبر از اون خورد و داد به ام المؤمنین عایشه که حضرت عایشه هم از این بخوره. حضرت عایشه سرشو پایین انداخت و خجالت کشید. میگه فخفضت رأسها و استحیت، سرشو پایین انداخت و خجالت کشید. قالت اسما، میگه اسما در این موقع فانتحرت ها و قلت له، میگه فرصت غنیمت رو بردم بهش گفتم خذ من ید النبی صلی الله علیه و سلم، بگیر از دست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این بالاخره ظرف شیر رو. ایشون میگه که ام المؤمنین عایشه این ظرف شیر رو گرفت، یه مقداری ایشون نوشید، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین عایشه گفت خب این کسی که بهت هست که کنارت هست بالاخره کمک کرده که منظورم این اسما هست، بده این هم از این شیر بنوشه. اسما میگه که من گفتم قلت یا رسول الله بل خذه فشرب منه، شما هم بگیرید از اون بنوشید. میگه پیامبر گرفت و ناولی نیه، پیامبر از اون نوشید و بعد میگه گرفتم از پیامبر اون ظرف رو و نگاه میکردم که همین نشستم دوزانو که پیامبر از کجای ظرف نوشیده تا من از همون جای ظرف بنوشم تا از این خیر و برکت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهره مند بشن. بعد پیامبر به زنهای دیگه گفت به اونها هم بگید از این شیر بخورن، اونجا که تو خونه بودن. اونها گفتن ما اشتها نداریم. پیامبر گفت بابا گرسنگی و دروغ که با هم جمع نمیشه و بالاخره یعنی بخورید شما هم از همین شیری که داده شده بخورید. اینها بالاخره تصاویری بود که تا این لحظه ما از اسما بنت یزید بن سکن نقل کردیم و نقض مسئله‌ای که وجود داشت. و خب طبیعیه که این خیر و برکت و رحمتی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون بالاخره به عنوان آخرین پیامبر الهی، نور الهی که برای هدایت بشریت اومده در بین شاگردانش، هر چقدر زیبا و چقدر ارزشمند هست که ما از هر طرف میخوایم شروع کنیم واقعا نمیدونیم چگونه این مسئله رو بگیم. ایشون نقل میکنه، میگه دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو که در مسجد ما نماز مغرب رو خوند. میگه من برای پیامبر بالاخره گوشت آوردم، آب گوشت اصلا گوشت و استخونی که با هم بود و گفتم پدر مادرم فداتون بشه، انشالله زندگی خوش و با برکتی داشته باشید، بفرمایید بخورید. پیامبر میگه رو به اصحابش کرد، گفت کلوا بسم الله، اسم الله رو ببرید و شما از این غذا بخورید. میگه فاکله هو، پیامبر هم خودش هم خورد، اصحابش هم خوردن و کسانی که همه تو اون خونه حاضر بودن همه خوردن. و میگه خیلی عجیب بود، میگه که 40 نفر از این غذا خوردن. ما در داستان قبلی هم در اون صحابی بزرگوار نقل کردیم ام ورقه که واقعا خیر و برکت شما داشته باشید. میگه 40 نفر از این غذا خوردن، نوشیدن از اون چیزی که آورده بودیم و پیامبر به من داد و ما اون بالاخره اون ظرف رو غنیمت شمردیم.
نگه داشتیم بعد از اون و هر وقت کسی بیمار میشد بالاخره یا به عنوان تبرک سعی میکردیم در اون ظرف چیزی بخوریم به امید این که این کار بشه. و خب این بحث تبرک رو میگم مقداری بعد مواظب باشیم خدا نکرده کسی دچار شرک و اینها نشه. تبرک چیز دیگریه که در همین حد بوده. ایشون نکنه عین جمله عربی اینه که و نشر به منها فی الحین رجاء البرکه، به امیدی که یک برکتی شامل حال ما بشه و چیزی که وجود داشته باشه. در صورت ایشون اشاره میکنه یا اینجا به مقام پیامبر صلی الله علیه و جایگاه پیامبر، ارتباطی که وجود داره، حالاتی که وجود داره و مواردی که خب در تاریخ نسبت به اونها نقل شده. حالا من مباحثی در تبرک هست که اینجا نمیخوام موارد اشاره بکنم. تصویر دیگری رو میخوایم ببینیم از اسماء بنت یزید بن سکن که این هم خیلی جالبه که اینجا نقل شده که در غزوه خندق بود که ایشون میگه که روغن و خرما برای رسول خدا صلی الله علیه و آله بردن و میگه که پیامبر اون موقع پیش ام سلمه بود، میگه که ام سلمه بالاخره از اون خوردن، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خوردن، اهل خندق هم از اون همه از اون غذا خوردند و بهره مند شدن و گویا که در یک خیر و برکتی از تمام اون غذا فراهم شده بود. و مواردی که اشاره شده در این که حالا خب بحث اینی که دختر پیامبر ام سلیم و همه اینها از همین غذا خیر برکت تونستن بهره مند بشن، اشاره به این میکرد که ببینید که چه برکتی رو خداوند شامل حال میکنه. و اینم هست، نگاه کنید پیامبر روایتی داره که صبح که بشه همین هر روز شروع هر روز 2 فرشته میان، یکی میگه خدا بده اون کسی رو که اللهم اعطه بده، یا کسی که داره بخشش میکنه. یکی دیگه میگه که خدایا بگیر از اون کسی که داره خسیسی میکنه. یعنی این دعا روزانه صورت میگیره، به اهل خیر خدا عطا میکنه. اونهایی که خسیسی میکنن اتفاقا اونطور نیست که مال زندگیشون خیر و برکت داشته باشه، خیر و برکت نیست. یک نکته دیگه هم وجود داره، اون کسی که بخشش میکنه، اون کسی که در راه خدا کمک میکنه به دیگران، در راه خدا هزینه میکنه، خداوند هم بهش جایگزین میکنه هم بهش برکت میده. اما اون کسی که دست نگر میداره، خصلت خسیسی میکنه، ممکنه ظاهرا مالش کم نشه اما اون برکت و خیر از زندگیش میره. ضمن این که ما برعکس اون هم تازه دیدیم در زندگی افراد اتفاق افتاده که متاسفانه این مسائل پیش اومده. خب در مورد اسماء بنت یزید ابن سکن هم مواردی که خب اینجا نقل شده، یکی از مواردی که خیلی جالب هست نقل میشه که ایشون هم گویا که یکی از آیات الهی قرآن در شأن نزول اتفاقی که برای ایشون نقل شده، ابو داوود و ابن ابی حاتم و بیهقی نقل میکنه. ایشون میگه طلقت علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زندگیم شرایطی پیش اومد که من طلاق داده شدم و لم یکن للمطلقه عده. اون موقع کسانی که طلاق داده میشدن عده نداشتن. قبل وقتی کسی طلاق داده میشد کسی دیگه بلافاصله میتونست باهاش چیکار کنه؟ ازدواج کنه. فانزل الله حین طلقت العده علی الطلاق، بعد خداوند این آیه عده رو برای طلاق چیکار کرد؟ نازل کرد. و المطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کسایی که طلاق داده میشن در 3 طهر پاکی چیکار کنن؟ صبر بکنن. که میگه این آیه نازل شد، بالاخره این هم گویا که خاصتا در مورد همین جریان ایشون بود و این شأن و نزولی هست که شامل حال ایشون به فضل الله رب العالمین شده. و روایاتی که خب ایشون از پیامبر نقل کرده و جزو بیشترین زنانی است که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از ام المؤمنین عایشه حدیث از پیامبر نقل کرده. چرا که خب طبیعیه که کسی که پیامبر به خونه اینها رفت آمد داشت، اینها به خونه پیامبر رفت آمد داشتن، این خدمت پیامبر را انجام میدادن، بهتر میتونستن این روایات ها رو بفهمن و به دیگران انتقال بدن. یکی از روایاتی که از اسماء بنت یزید بن سکن نقل شده که خیلی جالبه، میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا ولا یبالی. خداوند، خب این خداوند زن فصیح و بالغی بود دیگه، خداوند همه گناهان رو میبخشه و هیچ باکی هم از این نداره. یعنی ای بنده ها در هر شرایطی هستید نترسید، در هر شرایطی هستید نترسید، توبه کنید، به سوی خدا برگردید. راهی دیگه ندارید. شما غرق معصیت و نافرمانی شدید، میخواید ادامه بدید، برگردید. راهی جز برگشت نیست. ففروا الی الله، خدا هم میبخشه.
و جالبه که از روایت‌های دیگه که ایشون نقل کرده در مورد ام سعد ابن معاذ که از پیامبر میگه الا یرقد دمک بیاد حزنک، نمیخوای که اشکت خشک بشه و غمت از بین بره، به ان ابنک اول من ضحک الله له و اهتز له العرش، پسر تو اولین کسیه که خداوند به خاطر اون میخنده و عرش خداوند به لرزه میفته. و روایت دیگری که از ایشون نقل شده که از پیامبر نقل کرده در مورد اسم اعظم خدا هست که میگه که در 2 آیه است الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم که در سوره فاتحه و آل عمران هست الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. اما ببینیم خب ایشون هم در میدان جهاد نقش داشته و بالاخره سعی کرده خودش رو برسونه در این میدانها استفاده بکنه و همونجوری که ما اشاره کردیم حالا صحبت هایی که بوده، قربانی هایی که دادن و شخصیتی هم نبوده که ما بگیم به همین راحتی از کنار همه این موارد گذشته باشه. و نکته ای که وجود داره که داریم میگفتیم که از مثلا این خانواده مبارکی که درش ایشون قرار داره، پدر ایشون یزید ابن سکن انصاری اشهلی هست که خب در روز جنگ احد پدر ایشون به همراه پسرش عامر ابن یزید شهید میشه. عموی ایشون زیاد ابن سکن انصاری اشهلی که یکی از قهرمانان و سوارکاران اسلام هست که ایشون هم در روز جنگ احد به شهادت میرسه. چرا که پیامبر اونجا میگه چه کسی میخواد جان خودش رو فدا بکنه برای من، همین عموی ایشون میگه که از جوانان انصار هست که خودش رو میندازه زیاد ابن سکن و جهاد میکنه تا اونجا که زخمی میشه و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو میگیره در آغوش خودش و ایشون میگه به من نزدیک میشه تا که زخماشو پیامبر بگیره، اما دیگه در همون آغوش پیامبر از دنیا میره. پسر عموی ایشون عمار ابن یزید ابن سکن اون هم در روز احد شهید میشه و میشه گفت 14 زخم بر بدنش بوده به خاطر این شهادت. و خداوند ببینید از این خانواده چقدر خیر و برکت و شهدایی رو برگزیده و اینا همه اشاره به همین داره که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونجا اشاره میکنه یا ام سعد ابشری و بشری اهلیهم، بشارت بده بر تو باد و بشارت بده به خانواده اینها ان قتلاهم قد ترافقوا فی الجنه جمیعا، که کشته های اینا همه در بهشت کنار هستن و قد شفعوا فی اهلیهم، اینا شفاعت خانوادهشون میکنن و میگه خب ما دیگه راضی هستیم دیگه، چرا بعد از این ما باید گریه بکنیم؟ و میگه خداوند پیامبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما دعا بکن که حالا که اینها شهید شدن چنین منزلتی هست که تا ما هم آرامش بشیم. پیامبر دعا کرد اللهم اذهب حزن قلوبهم، خدایا اندوه قلب هاشون رو از بین ببر، وجبر مصیبتهم، مصیبتشون رو جبران بکن و احسن الخلف علی من خلفوا، و برای اینها بهترین رو قرار بده کسانی که بالاخره بعد از اونها اومدن. اسما بنت یزید میگه که در بالاخره زیاد در صحنه های جنگی هم حتی وجود داره، در غزوه خندق هست برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم غزا میبره، در جنگ حدیبیه هست، در بیعت رضوان کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که هر کدوم از اینها در جای خودش، حتی ایشون نقل شده که در جنگ برای فتح سرزمین شام ایشون در جنگ یرموک بود که تشنه ها رو غذا میداد، زخمی ها رو مداوا میکرد و این که از جنگ های معروفیه که در تاریخ اسلام در اونجا نقل شده و همه اینا تصاویریه که ما حتی میتونیم و نقش ایشون. و جالب این که میگه وقتی که سپاه دشمن در اونجا رومی ها حمله کردن خیلی از مسلمان ها ترسیده بودن، ایشون به همراه زنان مسلمانی که بودن مردها رو تشویق کردن کجا دارید میرید، کجا دارید میرید، شما نمیدونید که اگه شما رفتید خیانت کردید به خدا و رسول، و اونها رو تشویق کردن برای شهادت آماده بشید و خود زنها هم حتی در اون میدان جنگ آماده شدن و برای شهادت. مردها برگشتن دیگه به تشویق همین زنان مسلمان، از جمله اسما بنت یزید ابن سکن و حتی خود اسما بنت یزید ابن سکن از خودش قهرمانی هایی در اون جنگ نشون داده که ابن حجر نقل میکنه که ایشون در اون جنگ یرموک شرکت کرد و 9 نفر از رومی ها رو با این ستون خیمه ای که داشت این تونست کار کنه اونجا بکشه و در اون جنگ از این مقام و منزلت جهاد بهره مند بشه. در هر صورت ایشون در دمشق ساکن شد و در همانجا هم از دنیا رفت تا زمان البته میگن معاویه ابن تا زمان یزید ابن معاویه عمر ایشون ادامه پیدا کرد. اونچه که نقل شده خلاصه موارد متعددی که از فضیلت و خیرات و بزرگواریان این زنان مسلمان صدر اسلام که تا حالا ما نقل کردیم. تا روز دیگه و جلسه دیگه تا ببینیم خداوند چه برای ما مقدر میکنه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.